اگه بعضی صبح‌ها چشاتو باز کنی، گوشی رو برداری و یه دفعه ببینی 20 دقیقه گذشته ولی هنوز حتی از جات بلند نشدی و بعدش انجام دادن ساده ترین کارها هم برات سخت بشه، ارزش داره چند دقیقه وقت بذاری و ببینی چطوری میتونی این چرخه رو تغییر بدی. چون بعضی روزا مسئله این نیست که نمیدونی باید چی کار کنی، مسئله اینه که شروع کردن حتی ساده ترین کارها هم برات سخت شده. برای همین توی این ویدیو نمیخوام بگم مثبت فکر کن یا فقط انگیزه داشته باش. میخوام 3 راهکار ساده اما کاربردی بهت بگم که میتونن کمک کنن دوباره حرکت رو شروع کنی. اولین راهکار شاید کمی عجیب به نظر برسه، چیزیه که هر روز صبح باش روبرو میشیم اما معمولاً به تاثیرش روی بدن و ذهنمون توجه نمی‌کنیم. حالا یه سوال، فکر می‌کنی اولین چیزی که بعد از بیدار شدن به مغزت میرسه میتونه روی ادامه روز تاثیر بذاره؟ نه، منظورم اولین فکری که میکنی نیست، منظورم اولین نوریه که میبینی. بدن ما یک ساعت داخلی داره که زمان خواب و بیداری و بخشی از فعالیت‌های روزانمون رو تنظیم میکنه و یکی از مهمترین تنظیم کننده های این ساعت نوره. برای همین به جای اینکه صبح چشاتو باز کنی و مستقیم بری سراغ صفحه گوشیت، یه کار خیلی ساده انجام بده. پرده رو کنار بزن، کنار پنجره برو یا اگه امکانش هست برای مدتی کوتاه در معرض نور طبیعی قرار بگیر. با این کار به مغزت یک پیام ساده میدی: روز شروع شده. این کار قرار نیست به تنهایی افسردگی رو درمان کنه، اما نور صبحگاهی میتونه به تنظیم ساعت زیستی و چرخه خواب و بیداری کمک کنه و برای بعضی افراد بخشی از یک برنامه درمانی موثر باشه. پس اگه قرار باشه فقط یک چیزو از این راهکار به یاد داشته باشی، قبل از اینکه صبح با گوشی شروع کنی اجازه بده نور صبح به مغزت برسه. خب حالا فرض می‌کنیم نور صبحگاهی کمک کرد بدنمون بفهمه روز شروع شده، اما یک مشکل هنوز سر جاشه. ممکنه بدونی باید کاری انجام بدی ولی بازم نتونی شروعش کنی. اتاق نامرتبه، باید درس بخونی یا بعد بری سر کار. همه این کارها با هم توی ذهنت ظاهر میشن و مغزت میگه ولش کن، بعداً انجامش میدم. اینجا یه اشتباهی وجود داره. فکر میکنیم باید برای انجام دادن همه کارها انگیزه پیدا کنیم، در حالی که گاهی لازم نیست انگیزه داشته باشیم، فقط باید شروع کردن رو کوچیک‌تر کنیم. به جای اینکه بگیم باید اتاقمو کامل مرتب کنم، بگیم فقط 3 تا وسیله رو سر جاش میذارم. به جای اینکه بگم باید ورزش کنم، میگم فقط لباس ورزشمو میپوشم. چون وقتی یک کار بزرگ رو به چند قدم کوچیک تبدیل میکنیم، دیگه لازم نیست با کل کار روبرو بشیم، فقط قدم بعدی رو میبینیم. و این قسمت خیلی مهمه. منتظر نباش اول انگیزه بیاد و بعد حرکت کنی. گاهی همین حرکت‌های کوچیک باعث میشه ادامه دادن راحت‌تر بشه. پس امروز اگه انجام دادن یک کار بزرگ برات غیر ممکن به نظر میرسه، کل کار از ذهنت حذف کن. فقط از خودت بپرس کوچکترین قدمی که الان میتونم بردارم چیه؟ همون رو انجام بده. بعد قدم بعدی. اما یک مشکل دیگه هم هست. حتی وقتی شروع میکنی و قدم‌های کوچیک برمیداری، ممکنه ذهنت خیلی سریع بگه خب که چی؟ این که کاری نبود انجام دادی. و دقیقاً اینجاست که راهکار بعدی وارد میشه، چیزی که مربوط به نحوه برخورد با همین موفقیت‌های کوچیکه. اینجا دقیقاً همون جاییه که باید حواست جمع باشه. چون وقتی حال خوبی نداریم، گاهی کارهایی که انجام دادیم رو اصلا نمیبینیم، ولی کوچیکترین کاری که انجام ندادیم مدام توی ذهنمون میمونه. پس این بار وقتی یک قدم کوچیک برداشتی، سریع از کنارش رد نشو. به خودت بگو آره سخت بود ولی انجامش دادم، یا حتی امروز حالم خوب نبود ولی بازم شروع کردم. قرار نیست الکی به خودت بگی همه چیز عالیه، فقط قراره چیزی رو که واقعا انجام دادی بی‌ارزش نکنی. و یه چیز دیگه هم میتونه کمک کنه. توی روزت فقط بایدها رو نچین. یه چیزی بذار که واقعا منتظرش باشی، مثلا گوش دادن به یه موسیقی مورد علاقت، چند دقیقه پیاده روی، صحبت با یه دوست، یا انجام دادن کاری که ازش لذت میبری. وقتی تمام روزت فقط پر از وظیفه و اجبار باشه، شروع کردن سخت‌تر میشه. گاهی داشتن یک چیز کوچیک برای انتظار کشیدن میتونه روز رو قابل تحمل تر کنه. پس قرار نیست یک شب همه چیز رو تغییر بدی. اول نور، بعد یک قدم کوچیک و بعد یاد بگی همون قدم‌های کوچیک هم به حساب بیاری. خب توی این ویدیو فقط 3 راهکار ساده و کاربردی رو براتون توضیح دادم. توی ویدیوی قبلی در مورد دلایل زیستی افسردگی صبحگاهی و بی‌حوصلگی، اگه می‌خواید بفهمید دلایل زیستی و بیولوژیکی افسردگی صبحگاهی چیه، میتونید حتما اون ویدیو رو ببینید. و برای دیدن ویدیوهای بیشتر لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید.